روی پارچه اصلی مستطیلی به طول 77 سانتی متر در عرض 37 سانتی متر برش میزنیم. از عرض پارچه 1 سانتی متر به سمت داخل علامت میزنیم و اتو میکنیم. از لبه 1 سانتی 5 سانتی متر به سمت داخل علامت میزنیم و اتو میکنیم. عرض پارچه رو تقسیم بر 2 میکنیم و علامت میزنیم و از اون نقطه 11 سانتی متر به سمت بالا و پایین علامت میزنیم. از 2 بند 70 سانتی برای دسته توت‌بگمون استفاده میکنیم و مطابق تصویر روی خط اتو فیکس میکنیم و میدوزیم. این کار رو عیناً برای سمت دیگه هم انجام میدیم. دقت داشته باشین که این کار رو پشت پارچه انجام میدیم. بندها رو به سمت بالا برمیگردونیم و فیکس میکنیم. برای محکم‌تر شدن دسته کیفمون روی بندها رو به شکل ضربدری دوخت میزنیم. کیف رو از وسط تا می‌کنیم جوری که دسته ها دقیقاً روبروی هم قرار بگیرن. دو طرف کار رو فیکس می‌کنیم و می‌دوزیم. دو طرف کار رو سردوز می‌کنیم. کیفمون رو روه می‌کنیم. عرض دو طرف کیف رو اتو می‌کنیم. امیدوارم که از آموزش این توت‌بگ ساده لذت برده باشین. ممنونم که با حمایتتون بهم انرژی میدین.